سلام علیک. بازم دوباره آمدیم به آموزش درس زبان آلمانی با همراه هموطنان عزیزم که در هر جای دنیا هستین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما. و امروز پلان این است که میخوایم بریم درس زمان بخونیم که ساعت ها، اگر شخصی از شما سوال میکنه ساعت چند است را بتونین بفهمین که چجوری صرف کنین و چجوری جواب بدین. بهش میگم وقت زمان میشه چی؟ اور. میشه نگاه کن. ما برای الان میخوام بنویسم اور سایت. اور سایت. اور سایت میشه زمان. زمان یعنی وقت. اور سایت. خب اگر شخصی ببخشید من یکم سرما خورده بچه. اور سایت. اور سایت میشه زمان، همون وقت. خب شتوندن ببین میشه چی؟ اور und Stunden. نگاه کن. Stunde. خب Stunde میشه یک ساعت. یک ساعت میشه Stunden. دقیقه میشه چی؟ دقیقه میشه Minuten. Minute. خب یک دقیقه. اگر از شما سوال میشه که ساعت چند هست، شما باید بگین که چجوری باید میخوای سوال مطرح بکنیم. میخوای بپرسی که از شخص میخوای بپرسی که الان ساعت چند است، باید بگین چجوری باید بگیم وی فیلا او میشه اور وی فیلا اور ist es. ببین ساعت چند است. Wie viele Uhr ist. تمام. اگر میخوایم دوباره بپرسیم که مثلا محترمانه میخوایم بپرسیم Wie viele Uhr haben Sie. Wie viele اینجا می‌نویسیم wie viele Uhr. نگاه کن. Uhr haben بهن Sie. تمام. Wie viele Uhr haben Sie. مثلا ما سوال میکنیم که به جواب میده، یا که میگم Wie viele Uhr hast du. دوستانش میشه Wie viele Uhr. Wie viel Uhr hast میشه hast du. این شد دوستانه. او بالش بود. این شد ببین، این شد محترمانه، این شد دوستانه. هر زمانی که دو آمد بفهم که داره دوستانه با تو صحبت میکنه. خب مثلا ببین، مثلا es ist 5. نگاه در جواب داره میده. در جواب میده اینجا جواب میده که 5. Es ist 5 vor 8 Uhr. نگاه 8 Uhr. ببین اینجا داره به شما داره میگه که مثلا چی اینجا حالا ساعت چنده؟ حالا ساعت 5 است. Es ist 5 vor 8. 5 دقیقه دیگه مانده به چند؟ به 8. Es ist vor 8 Uhr. باز اینجا میگه یا که میگه es ist. توجه کنیم بچه ها. es ist 8. نگاه دارم میگه 8 یعنی چی؟ ساعت 8 هست. ببین میگه ساعت 8 است. 8 Uhr.
8 Uhr. اینجا دوباره میگه چی؟ اس. بچه اینجوری با جواب بدین. شما اگر جمله ها رو بلد باشین راحت‌تر میتونین که امورات زندگی خود در آلمان راحت‌تر برسین و راحت‌تر میتونین زندگی بکنین. نه فقط هدف اینه که هموطنان که در جای هست یاد بگیرن. نگاه کن. سن. Es ist سن nach 8. نشان 8 Uhr. چیه؟ Uhr. تمام. Es ist 8 Uhr. تمام. نمیخواه به این راحتی. Es ist 4 Viertel. چی میشه؟ Viertel nach 8. چی میشه؟ Viertel nach 8 Uhr. 8 Uhr. تمام. مثلا Es ist 8:30 halb. نیم ساعت مانده. Es ist 8:30 نیم ساعت به 9 مانده. در اینجا چی میگه؟ ما می نویسیم Es ist halb 9 Uhr. تمام. نگاه کن. Es ist Viertel vor. چی آمد؟ فور آمد بچه ها اینجا. Es ist Viertel vor 9 Uhr. Entschuldigung, nur 9 Uhr. تمام. Viertel از 9 Uhr. خب Es ist بچه ها نگاه باید اینجوری باید حساب بکنیم. اینجوری باید بخونیم. مشکل نداره اگر غلطم میخوانین بخونین. مثلا بخونید در مرور زمان این مشکلتان برطرف میشه. خود به خود متوجه میشین که کجا چرخه این باید مثلا چی بگم. هیچ کس هم یک دفعه یک شبه یاد نگرفته درسا. 9 for 9 Uhr. تمام. نگاه که es ist von vor 9 Uhr. تمام. Es ist 9 Uhr. چی میگه اینجا؟ میگه ساعت 9 هست. Es ist 9 Uhr. اشاره ما هم اولش که خیلی مشکل داشتیم که اینو یاد بگیریم. برای خود خیلی سخت بود چون اصلا درس من نخوانده بودم. ولی به فضل الهی وقت آمدم آلمان این فرصت برای من چی شد که در آلمان من خیلی وقت اجازه نداشتم درس بخوانم به خاطر این مشکلات هایی که سر رایم بود. از طریق سوسیال اینا برای من استرس وارد میکردن، نمیذاشتن که ما درس بخوانم. با من تصمیم گرفتم که در خانه بخوانم و این شد که آخرش هم من موفق شدم زبان به خوبی یاد بگیرم و امروز از خداوند منان سپاسگزار هستم که من توانستم موفق شدم. تلاش کردم در خانه خواندم ولی
الان مشکل خود به خوبی خودم حل میکنم، نیاز به مترجم، نیاز به دلمشیر اینا ندارم. خب نگاه کن، گه گوزا گت، ببخشید صفحه کلید ما کار نمیکنه. گت دیزا او richtig. ببین richtig یعنی این ساعت درست کار میکند. منظورش یکی ساعت درست کار میکنه یا نمیکنه. جواب میده. خب با شما جواب میدین یا ببین وقتی از شما داره سوال میکنی ساعت درست کار میکنه، شما باید چی بگین؟ شما بهش میگین که دیزا، نگاه کن، دیزا Uhr geht recht. نگاه کن چی باید بنویسیم؟ richtig. تمام. richtig. اگر ساعت درست کار نمیکنه باید چی باید بگیم؟ nein. نگاه کن باید بنویسیم nein. dieser Uhr geht nicht. چی شد؟ nicht recht. nicht چی؟ nicht recht. این درست کار نمیکنه ساعت. ببین nein diese Uhr، بچه‌ها نگاه کن، diese Uhr geht nicht recht. این ساعت درست کار نمیکنه. خب نگاه کنیم اگر از ما داره سوال میکنه که این ساعت عقب جلو هست، شما جواب شما چی بدین؟ چجوری باید بدین؟ nein. نگاه کن مثلا nein diese Uhr. نگاه کن diese Uhr geht nach. چی میشه؟ گوش کن میشه nach vor. نه این ساعت جلو عقب هست. ببین چی گفته ای؟ نه این ساعت جلو عقب هست. خوب کار نمیکنه، عقب جلو میره ساعت. خب دقیق نیست یعنی. خب ما چجوری با سوال مطرح بکنیم که آیا میخوام بپرسیم که از شخصی میخوام بپرسیم که این ساعت شما درست کار میکند، چی باید بگیم؟ از کدام جمله باید استفاده کنیم؟ ما باید بهش بگیم که get ihrer. نگاه کن ihrer Uhr. نگاه کن Uhr recht. نگاه کن richtig. تمام. و همین راحتی. ما اگر درست باشه، ببین باید درست باشه باید چی بگم؟ بله ساعت من درست کار میکند. میخوایم بگیم که بله ساعت من درست کار میکند. باید چی بنویسیم؟ اینجا باید بنویسیم یا. ببین یا meine. ببین با چی ماشی شد؟ meine Uhr geht
get رشت. چی شد؟ رشت. رشتیک. نگاه من ساعت از من درست کار میکنه. مثلا ساعت درست کار نمیکنه، باید چی بنویسیم؟ بازم دوباره با 9 باید بنویسیم. 9 9 9 9 meine Uhr. خب meine Uhr geht nicht recht. چی شد؟ nicht recht. nicht richtig. خب الان اینجا سوال کرد که درست کار میکنم، پایینی باز اینج ببین اینجا جواب داد که نه ساعت من درست کار نمیکنه. ببین اینا یک سوال است یک جواب، یک سوال است یک جواب. بچا دقیقاً شما در جریان باشین. خب ببین اینجا از یعنی اورساید یعنی همون وقت میشه، زمان که مثلا چند اشتوندن میشه یک ساعت، اور یعنی اور میشه ساعت میشه اشتوندن میشه ساعت. خب مینوتن میشه چی؟ داستان مینوتن اما دقیقه هست، یک دقیقه میشه این مینوتن. اینجا گفته مثلا ساعت ها چند است، مثلا نگاه کن وی گفته وی فیل او اس ساعت چند است. اینجا محترمانش کرده، باز اینجا دوستانش کرده. ببین اینا رو اگر در ترنسلیت بزنین دیگه اینا رو با خوبی میتونین سر در بیارن ازش. و ما مثلا جواب میداد، مثلا ما میخوام بگم که نه ساعت من جلو عقب هست. ببین چجوری باید بگیم به آلمانی ساعت من جلو عقب است؟ خب در آلمانی ما میگیم که چی؟ در آلمانیش ما میگیم nein meine. نگاه کن meine Uhr. نگاه کن meine Uhr geht. نگاه کن geht nach. چی شد؟ nach. meine Uhr geht nach vor. چی شد؟ ساعت من جلو عقب است. خیلی راحت، ساعتی از من جلو و عقب هست. فور. تمام. ببین مثلا شما با دوست خود وقت میذارین، وقت ملاقات میخوای همدیگر رو ببینین، چجوری باید بگین؟ wie viel. ببین فیل آمد. فیل اوه. بچه همه تران عزیزم به هر جایی که هستین گوش کنن. ببین در هر جا هستین این ویدیو رو میبینین، من این ویدیو رو برای شما درست میکنم. فن. ببین اون بفیل اوه. wir uns unsere. خب uns گفته چی؟ wie viel Uhr treffen wir uns. یعنی منظور چیه که یعنی این چی شد؟ یعنی wie viel Uhr treffen wir uns. در چه ساعت هم دیگر ملاقات کنیم، یعنی ببینیم هم دیگر. خب تمام شد که کی همدیگر را ملاقات کنیم. با چجوری به آلمانی بنویسیم؟ در آلمانیش میشه چی؟ وان. از کدام فعل استفاده کنیم؟ فعل وان میه. نگاه وان تریفن. نگاه کن تریفن. اینجوری باید بخونیم که تا بچه ها اینجوری باید بخونیم فشارده تا بتونیم اگر زبان آلمانی را بخونی ول بکنی فراموش میکنی زود. uns. نگاه uns. تمام. wann treffen wir uns. ببین باید ما میخوایم بگیم که اگر وقت میخوایم بذاریم ملاقات بکنیم در جواب میدیم. میشن wir treffen. نگاه کن
treffen uns چند ساعت 10. مثلا ما می‌نویسیم ساعت 10 یا 11. ببینیم ساعت 11. خب ساعت 11 ببین بنویسیم ساعت 11 اور. خب میشه او تا 12 ما همدیگر رو میبینیم. مثلا 1 ساعت میذاری، من مینویسیم، شما باید خودش با بدل میتونیم نوشتاری شمی بیاد، فقط ساعت ها میتونین، ساعت ها رو میتونین یک چیزی دیگه بگیر. مثلا 11 Uhr 12 Uhr 13 Uhr bis 14 Uhr bis 18 Uhr 4 ساعت 5 ساعت بهت وقت میذارم. تمام. اور نگاه کن. اور تمام بچه ها نگاه کن. wir treffen uns 11 Uhr 12 Uhr. تمام 12 Uhr. خلاص. توی امتحان بیان ستم همینه، هیچ چیزی دیگه نیست. هموطن عزیزم مثلا باشه شوی یا بگید که مثلا خیلی برای ما سخته. ببین توی امتحانات B1 آسواید مثلا شخص پلوس دقیقه اینا همینه. ما این پروسه را رفتیم تا تایش هم رفتیم، همه را خواندیم. میدونین چی اگه شما این رو بخوانید دقیق حفظ بکنین یاد بگیرین همین سوال همه دیگه. این سوال دیگه نیست، این به خاطر همین است که شما راه بیافتین. treffen uns in eine Stunde. نگاه کن. Stunden. نگاه کن چی شد؟ Stunden. dir oder 2. نگاه کن. 2 Stunden. 1 ساعت تا 2 ساعت. Stunden. تمام. Stunden. خلاص. او Stund dir 2 Stunden. 2 Stunden. 1 Stund und dir 2 Stunden. تمام شد رفت. این زبان است آقا برادر عزیزم، خیلی راحت میتونه یاد بگیرین. ببین ساعت های ما همدیگر را بین ساعت 12 میخوایم بگیم که من میخوام همدیگر ساعت 11 تا 12 همدیگر رو میبینیم. بین ساعت 11 تا 12 یا ساعت 11 یا ساعت 12 همدیگر رو ملاقات بکن. چی باید بگین؟ میخوایم بگین که wir guck mal wir treffen. نگاه کن. treffen mehr treffen Entschuldigung treffen uns zwei نگاه کن. zwei 11 Uhr und 11 Uhr und نگاه und 11 und 30. چرا 30 آمد بچه ها؟ چون گفتم میان ساعت 11 الا تا ساعت 12 میان und یعنی چی؟ یعنی و تا 12. خب همدیگر رو میبینیم. اورمه. خب میان ساعت 11 تا ساعت 12 همدیگر رو میبینیم، یعنی نیم ساعت اینجا زمان داریم. خب همدیگر رو میبینیم.
خب با ببین اینجا میگه چی؟ مثلا میگه که اگر چی شد، میگه شما میگه ما همدیگر را اگر وقت نکردیم، مثلا یک سوال دیگه یک جواب دیگه بهش میدیم. مثلا میگه ما همدیگر را ساعت چند؟ ساعت 1 ملاقات میکنیم. ساعت 1 ملاقات میکنیم. ساعت 12 نتونستیم بیایی، 11 تا 12 نتونستی بیایی، دوباره زنگ میزنی بهش میگی که من ساعت چند میم؟ wir treffen uns ببین آمد. چرا؟ چون تو داره ساعت تغییر میده دیگه. 1 Uhr نگاه کن. 13 میشه 13 بچه ها. 13 Uhr خلاص شد رفت. 13 Uhr خلاص. 13 Uhr. ببین یا میخوام بهش بگی که مثلا ما پیش از ساعت 1 میخوایم بریم، پیش از ساعت 1 همدیگر رو میخوایم ببینیم. خب قبل از ساعت 1 میبینیم یا جلوتر از ساعت 1 میبینیم، 15 دقیقه جلوتر یا نیم ساعت جلوتر از ساعت 1 میبینیم، مثلا 12 و نیم همدیگر رو ملاقات میکنیم، یک وقت بهش میذاری. بازم میگین که چیه؟ wir treffen نگاه treffen uns nicht vor 1 Uhr. فور آمد نگاه اینجا بنویسین ساعت 1 و جلوتر از ساعت 1 همدیگر را ملاقات میکنیم، میشه این رقمت بنویسی. wir treffen uns nicht vor نگاه wir treffen uns nicht vor 1 Uhr نگاه 13 Uhr میشه همون 1. ساعت 13 میشه همون 1، همون 13 میشه 1. خب یا همدیگر را ما ساعت 5 بعد از ظهر ملاقات میکنیم، وقت میذاری بهش یا نظر برمیگرده وقت نداری یا نمیتونی برسیدم با وقت چی، سری بهش یک به صاحب کارت هست، خلاصه به یا بره دوستت هست، همسایت هست، جای هستی، خلاصه به هر دلیلی ساعت تغییر میدی نمیرسی، باید چیکارش کنی؟ باید بشای زاگن یعنی خبر بکو، یعنی بهش اعلام کو، بگو که من نمیتونم برسم. یک مثلا وقتی خبر میکنی، اینجی آلمان ها روی از این موضوع خیلی دقیقه، وقتی خبر میکنی یعنی تو یک آدم وقت شناس نشان میده هموطن عزیزم، یعنی میگه که ببینی یه آدم چقدر کارش درست است، نتونست بیاد من خبر داد. وقتی اگر خبر ندی اینا پروبلم پیدا میکنه. میدونی چرا؟ درباره یک جوری دیگه فکر میکنه که مثلا شما چی سلنگار هستی، یعنی در ترمین نمی، یعنی احساسی مسئولیت نمیکنه. خب شانه خالی میکنی از زیر کار، با مو خاطر دیگه قد خوب برخورد نمیکنه. اگر وقت شناس باشه اینا بره چی بره ارزش قائل میشه، میگه بله این آدم وقت شناسی است هر جا که باشه. باید میبینی چیه؟ wir treffen uns 5 Uhr Nachmittag. یعنی Nachmittag چی میشه؟ یعنی بعد از ظهر ما ساعت 5 همدیگر ملاقات میکنیم. wir treffen uns 5 Uhr Nachmittag. خلاص تمام شد رفت. ببین ساعت ها نیمیه. ببین ما می نویسیم سری تریفن اونس. ببین ما میخوام عوض بکنم، ما میخوام نمیرسم، ما ساعت 5 هم نتونستم برسم. دارم میگم آقا جان ما ساعت چند ما ساعت 9 شب میم. ساعت چی؟ ساعت 9 شب همدیگر رو ملاقات میکنیم. نگاه همون دوباره عمومه اور aber ja Abend ja Abend خب abends wir treffen uns 9 Uhr
abends. خلاص. ببین حالا ما چی میگیم؟ ما ساعت 9 هم نمیرسیم، ترمینال پشت تا پشت. ما فقط اینا رو می‌نویسیم که شما نوشتاریش رو صفحه و نوشتاریش رو یاد بگیریم. تریفن اونس. خب باشه اینا شد. خب ما میخوام بگیم که ما ساعت زودتر از ساعت 10 هم دیگر رو میبینیم. ما زودتر از ساعت 10 میبینیم. نگاه، wir treffen uns. wir treffen uns کورس. نگاه ببین، کورس. کورس. کورس nach 10 Uhr. 10 Uhr. 10 Uhr. تمام. ما یکم زودتر از ساعت 10 میبینیم، جلوتر از کورس. یعنی کورس یک کوتاه. کورس میشه همون کوتاه. یک زمان یکم جلوتر از ساعت 10 همدیگر رو ملاقات میکنیم. wir treffen uns kurz nach 10 Uhr. تمام. اور. خب ما باید ما میخوایم بگم که ما حدود ساعت 10 میبینیم. چی باید بنویسیم؟ ما بنویسیم که treffen uns gegen 10 Uhr. gegen 10 Uhr. 10 Uhr. تمام. ما همون ساعت نزدیکای ساعت 10 میبینیم. نگاه، حدود میشه. ببین ما همدیگر را حدود ساعت 10 ملاقات میکنیم. wir treffen uns gegen 10 Uhr. ما همدیگر را حدود ساعت 10 ملاقات میکنیم. ببین یه ازی شد. ما میخوام بنویسیم ما میخوام ببینیم ما همدیگر را ساعت چند، ما ساعت چند میخوایم ملاقات بکنیم؟ ساعت 2 میخوام بنویسیم ما میخوایم ساعت 2 همدیگر را ملاقات بکنیم. امروز ظهر ما میخوام بنویسیم که ما امروز ظهر حدود ساعت 2 ملاقات بکنیم. چی باید بنویسیم؟ چجوری باید آلمانی بنویسیم؟ در آلمانی اینجوری میشه treffen uns gegen 2 Uhr. 2 Uhr heute Mittag. نگاه کن. heute Mittag. بچه ها نگاه کن. wir treffen uns gegen 2 Uhr heute Mittag. یعنی ما بعد از ظهر میبینیم. یا ما امروز ظهر، ببین ما امروز ظهر حدود ساعت 2 ملاقات میکنیم. wir treffen uns gegen 2 Uhr heute Mittag. ما میخوام بگیم که نه بابا خیلی دیره. بچه ها ببخشید من کم آلرژی پیدا کردم. این جوابش این رقمیه دیگه. آلمان es ist میخوام بگیم خیلی دیره. باید بین چی میرسیم؟ spät der است. spät
خب دیر است. مثلا اشپت همون دیر میشه. خب اس اس اشپت یعنی خیلی دیر است. خب دیر است یعنی دیر است. اس اس اشپت دیر میشه. خب اما خیلی ناوقت میشه، خیلی ناوقت است. یعنی بگم اگر بگیم خیلی دیر هست چی باید بگیم؟ خیلی ناوقت است چی باید بگیم؟ اس اس سو اشپت. چی؟ اس اس ایست ایست اشپت سو اشپت. چی شد؟ دیگه اینجا میگیره چی؟ سو اشپت سو اشپت خیلی دیره. یا ما میخوایم بگیم که خیلی زود هست. یه چی رقم باید بنویسیم؟ این رقم بنویسم وطن عزیزم. نگاه اس است فرو دیگه چی میشه؟ فرو میشه همون وقت. خیلی وقت است، خیلی وقت است. یا مثلا ما می‌نویسیم که خیلی زود هست. چجوری باید بنویسیم؟ اینجوری باید صرف کنیم. اس ایست. خب اس ایست فرو سو فرو. خب سو فرو. تمام. شما رو میسپارم به تا درس بعدی. هموطنان عزیزم خدا یار و نگهدارتان هر جایی که هستین. امیدوار هستیم این درس به خوبی یاد گرفته باشین و حفظ کنین. این درس ها در امتحانات شما خواهیم این جمله هایی که ما اینجا نوشته کردیم اینا جمله های الکی نیستن بچه ها. اینا رو خوب دقیق بخونین که در سطح آینس شروع میشه. ساعت ها شما سوال میشه که حالا ساعت چند است، حالا ساعت چنده. فهمیدی؟ اینا رو کامل باید یاد بگیرین که در امتحان اگر اینا رو یاد بگیرین کامل دقیق بخوانین یعنی با زور خدا براتون قول میدم که در امتحان کامیاب میشین. فهمیدی؟ این سوالای امتحانی هست که ما به شما می‌نویسیم. چون من خود اینا را مدتی که در 11 سالی که در آلمان هستم یا تجربات خود من به شما میگم که اینا جمله های کاربری هستن که بتونین اینا را در امتحانات امتحان بکنین و انشالله که برگه قبول برگه امتحان خود بگیرین. انشالله از که بتونین یک کار یا کاسبی که در آلمان را بندازین، یک زندگی بهتری را داشته باشین. با امید از این که یک روزی همه ما از این مشکل بیزه که مشکل با زبان آلمانی داریم اینا برطرف بشه. خدا یار و نگهدار همه